قهرمان المپیک اماندار جهان که 2 مدال جهانی رو در کارنامه خودش داره سال گذشته در این رقابت‌ها به چه زیبایی با دستو بلافاصله خواهد میکنه. سوگاوا از ژاپن رو حالا 2 امتیاز رو به دست بیاره. بعد از این فرصتی که هست نهایت بهره رو ببره. حالا حسن رنگرز هم نکات لازم رو به او گوشزد میکنه. در خاک فرصت مناسبی است. بلافاصله بتونه با لیفت کردن، حالا باید ببینید در ادامه راه کمرگیری، حالا با لیفت کردن به دنبال ساکت بالا به پل زد 4 امتیاز رو. حالا باید ببینیم 4 امتیاز رو میدن یا 5 امتیاز. بعد 4 امتیاز رو میدن. نتیجه کشی 7-6 میشه. 7-6 این توانمندی رو داره محمد رضا گرایی که بتونه در مسابقه نایب قهرمان آسیا برتری رو از آن خودش بکنه. کشیگیر ژاپنی هم زیرک و باهوش در یه لحظه رو کرد کشی رو و 2 امتیاز رو به دست میاره. بارانداز هم چاشنی کار میکنه. چاشنی کار و این کشیگیر